سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 24 نوامبر تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. اسیان نوبتی در کشتی اودکبه، سروزیر ارمنستان از امضای 2 سند این سازمان دست کشید. خطای سیاسی سالهای سیوم را تکرار نکنیم. نامه دلیر امامعلی از بازداشتگاه رقم 1 به پرزیدنت امامعلی رحمان. تفتیشات و سود یک طرف بود. شکایت زبقبیک سیدامینی از 7 سال حکم زندانش. برای کار رفته بود، نه جنگ. روسیه جسد احسان امینزاده را به نزدیکانش داد. میخواست به سوریه برود. مرافعه و حبس مهاجر بچه تاجیک شمس‌الدین برهانزاده در قزان. پلیس روسیه صاحبکار تاجیک دوران حیدروف را جستجو دارد. و اکنون تفصیلات خبرها. سروزیر ارمنستان نیکول پاشینیان در نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا اودکبه که روز 23 نوامبر سال 2022 در شهر ایروان پایتخت ارمنستان دایر شد، از امضای 2 سند این نشست اعلامیه نهایی و حجت درباره چاره‌های مشترک برای کمک به ارمنستان دست کشید. پاشینیان در شرح این تصمیمش گفت که در این سندها ارزیابی سیاسی روشن وضع در مرز ارمنستان و آذربایجان دیده نمی‌شوند که این می‌تواند معنای دست کشیدن اودکبه از اجرای عهده‌داری‌هایش داشته باشد و از جانب آذربایجان همچنین چراغ سبز برای حمله مانع داد شود. سروزیر ارمنستان گفت ایروان از اودکبه کمک حربی طلب ندارد، ولی این سازمان باید از آذربایجان طلب کند که نیروهایش را از قلمرو ارمنستان کشور عضو اودکبه برآورد. او افزود طرح اعلامیه اودکبه و سند چاره‌های مشترک برای کمک به جمهوری ارمنستان به قدر کافی مرتب نشدند و در چنین شکلشان با همه احترامی که دارم من برای امضا کردن این سندها آماده نیستم. قبل از نشست سران کشورها وزیران خارجه اودکبه در مسئله راههای کمک به ارمنستان در مورد بحث‌هایش با آذربایجان نتوانستند به یک قرار برسند و قبول قرار نهایی را برابران اول کشورها واگذار کردند. ارمنستان طلب دارد که آذربایجان نیروهایش را از حدود ارمنستان برآورده به موقع‌های تا سنه 11 ماه سال 2021 برگردد. پاشینیان همچنین در نشست سران اودکبه فعالیت این سازمان را در عموم با واژه فیاسکو بها داد که به معنای شکست مطلق است. سخنگوی کرمل دمیتری پسکوف در واکنش به اقدام‌های اعتراضی ایروان گفت با وجود این همه ارمنستان در هیئت اودکبه میماند. مقامات ارمنستان بر اینند که نیروهای آذربایجان در جریان مناقشه‌های مسلحانه ماه سال 2021 و سپتامبر سال 2022 یک قسمت قلمرو ارمنستان را اشغال کردند. باکو این را رد میکند و میگوید این قلمروهای باسیه در مرز دو کشور است که تا حال تعیین و علامت گذاری نشدند. پاشینیان قبلا به اودکبه مراجعه کرده بر اساس ماده 4 آیین‌نامه این سازمان کمک حربی خواست. طبق ماده 4 در صورت حمله به یک کشور عضو اودکبه کشورهای دیگر عضو این پیمان حربی تحت نظارت مسکو باید به کمکش برسند و از تجاوز به قلمرو اودکبه جلوگیری کنند. ولی این سازمان در پاسخ به طلب پاشینیان تنها با اظهار نگرانی از افزایش تنشات در مرز ارمنستان با آذربایجان اتکاف کرد. پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو باشد به پرده گفت که اودکبه مناسبت‌هایش را با آذربایجان ویران کردنی نیست، چون که در باکو آدمان مطلق و از خودمان حکومت میرانند. در همین حال در اینترنت ویدیوی لحظه عکسگیری سران کشورهای عضو اودکبه در پی نشست ایروان پیدا شده است که در آن دیده می شود که سروزیر ارمنستان نیکول پاشینیان و رئیس جمهور قرقیزستان سودر جباروف هنگام عکسگیری کوشش میکنند تا از پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین حد الامکان دورتر بایستند. در نتیجه در عکس عمومی دیده می شود که پاشینیان که در طرف راست پوتین می ایستد نظر به پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان که در طرف چپ پوتین ایستاده بود از پرزیدنت روسیه خیلی دورتر ایستاده است. دمیتری پسکوف در پاسخ به سوال خبرنگاران خبر داد که در نشست ایروان سران کشورهای عضو اودکبه وضع در مرز تاجیکستان و قرقیزستان را نیز بررسی کردند. این عملهای اعتراضی بشکک و اینک ایروان را بسیاری نوظران همچون علامت‌های بحران عمیق در رهبری اودکبه پیمان حربی تحت نظارت مسکو می‌شمارند و آن را نتیجه به صورت جدی ضعیف شدن موقع بین المللی روسیه و شخصا پوتین در پی جنگ ماجراجویانه روسیه به ضد اوکراین مینامند. ضعیف شدن روسیه و پوتین به آن آورد که رهبران دولت‌های تحت نفوذ مسکو نه فقط هرچه بیشتر سرکشی نشان میدهند، بلکه حتی در نشست‌های بین‌المللی پوتین را به قول معروف
در جای شنونده ایستادند. یک نمونه برجسته این در سخنرانی‌های پراساسش به صورت برای همه غیر انتظار در نخستین نشست سران روسیه و آسیای مرکزی در آستانه در ماه اکتبر پوتین را به چالش کشیدن امومالی رحمان پرزیدنت تاجیکستان بود. زفقیبک سیدامینی یکی از روزنامه‌نگاران تاجیک که اولای ماه نوامبر به 7 سال روانه زندان شد از دادگاه شهر دوشنبه خواسته است که حکمش را بازبینی و بیکار کنند. او این عریضه را روز 16 نوامبر سال روان از بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه نوشته است و نسخه آن امروز 24 نوامبر در دست از پلیس رسید. ژورنالیست گفته است از حکم دادگاه نوع اسماعیل سامانی که نسبتش 7 سال زندان را تطبیق کرد راضی نیست و برای این چند اساس نیز آورده است. نامبرده افزوده است تفتیش و محاکمه پروندهش یک طرفه یا ناپوره بود. دادرس دلیل‌های پیشنهاد کرده و نشان داده برخی شاهدان را به نظر نگرفت و نام شاهد نبوده را در حکم نوشت و اینچنین صحنه بازداشتش به صحنه‌ای که در حکم سود آمده است مطابق نمی‌کنند و ده‌ها دلیل‌های دیگر که در رفت مرافعه کاساسیونی می‌توانم آنها را تصدیق کنم نوشته است زفقیبک سیدامینی. این روزنامه‌نگار زندانی از دادگاه شهر دوشنبه خواسته است که با نظر داشته موجود بودن دخیلگی‌های زیاد در رفت تفتیش پیشگی و سودی آماده همکاری بودن من با مقامات دولتی از جمله مقامات حفظ حقوق علیه گروه‌های افراطگرا و تروریستی حکم سود نوع اسماعیل سامانی بازبینی و بیکار شود. نامبرده علاوه کرده است که تمام دلیل‌های عیبدار کننده تخمین و نسخه نوشته مفتش بود. یادآور می‌شویم که زفقیبک سیدامینی روز 3 نوامبر سال روان با حکم دادگاه نوع اسماعیل سامانی 7 سال روان زندان نظامش پرزور گردید. او به همکاری با سازمان‌های در تاجیکستان ممنوع حزب نهضت اسلامی و گروه 24 گناهکار دانسته شد. پیوندان زفقیبک سیدامینی که هنگام ارائه سخن آخرین روزنامه‌نگار به تالار مرافع اجازت ورود پیدا کردند در صحبت با از پلیس گفته بودند که زفقیبک سیدامینی هنگام سخنرانی گفته است خود را گناهکار نمی‌شمارد و با هیچ چیز با حرکت ممنوع در تاجیکستان همکاری نداشت. آنها افزودند که زفقیبک سیدامینی از طلب عیبدار کننده دولتی برای 7.5 سال زندان ناروزگی کرد و اعتراض نمود که وجه‌های پیشنهاد نموده او به نظر گرفته نشدند. این روزنامه‌نگار زندانی ماه ایول سال روان از جانب کارمندان مقامات انتظامی شهر وحدت بازداشت و دیرتر برای همکاری با حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و گروه 24 گمان بر شد. خود او و نزدیکانش همیشه ارتباط یا همکاری با حزب و حرکت‌های ممنوع در تاجیکستان را رد کردند. دلیر امامعلی ژورنالیست تاجیک که روز 7 اکتبر سال 2022 به 10 سال زندان محکوم شد به نام پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان از بازداشتگاه رقم 1 شهر دوشنبه نامه نوشته است. در این نامه که مؤلف آن را نامه فرزندانه نامیده است و متنش را شام 23 نوامبر از پلیس نشر کرد، دلیر امامعلی از امامعلی رحمان خواسته است اگر با اشتراک او و عبدالله غربتی، زفقیبک سیدامینی و عبدالستار پیر محمدزاده یگان ویدیو نشر شود به یگان جمله آن باور نکنند. ویدیو غیر قانونی زیر فشار روانی از طرف کاپیتان بار اول ثبت شده است. بار دوم باز با اشتراک امین کاپیتان که خودش را کارمند رزویدکا به من معرفی کرده بود ثبت تکرار شد. در آشخانه تحقیقات تفتیشاتی ادامه یافت. این نوبت شاید اشتراک نصرت الله محمدزاده بود که در رفت ثبت دشنام نکردم. عموما به یگان جمله من در آن نوار خواهش باور نکنید چون که متن پیشکی چاپ شده بود نوشته است دلیر امامعلی. او همچنین از پرزیدنت خواسته است که 3 فرزندش را زنده یتیم نکنند و در عموم زندانی کردن مردم با ماده 307 را کم کنند چون که اکثر جوانان زیر سن 40 با این جرم به زندان رفته ایستاده است. دلیر امامعلی از امامعلی رحمان همچنین خواسته است که به مرافعه‌های بعدی پروندهش خبرنگاران را بدهند. او همچنین خطاب به پرزیدنت تاجیکستان نوشته است خواهش خطای سیاسی سالهای 30 عصر 20 را تکرار نکنیم. از این پیش همسر دلیر امامعلی همسر عبدالله غربتی به پرزیدنت تاجیکستان با درخواست آزادی این دو ژورنالیست نامه نوشته بودند ولی آنها بی جواب ماندند. نامه سرکشاده ژورنالیست عبدالستار پیر محمدزاده از بازداشتگاه نیز بی جواب ماند. پیر محمدزاده هم در آن نامه از استفاده شکنجه و بدرفتاری نسبت به او برای وادار کردنش به اعتراف اتهام همکاری با سازمان‌های ممنوع خبر داده بود. دلیر امامعلی در نامه‌اش به پرزیدنت یک به یک اتهامات به گردنش بار شده را همچون تهمت و دروغ رد کرده از جمله نوشته است که
اتهامات اساسی ضد او همکاری با سازمان اپوزیسیونی فعلا در تاجیکستان ممنوع گروه 24 ساخته و نیز تهمت بوده. تمام بحث این ماده سر همگی 10 جمله می رود که در مسنجر صحبت کتبی شده است. این صحبت از طرف من با یک بلاگر فعال صورت گرفته است که تا زمان تفتیشات من نمیدونستم که او اعضای گروه ممنوع 24 است، زیرا در رفت صحبت ما عموما از این گروه چیزی یاد نشده است. در عکس صحیفه او نیز یگان نشانه از این گروه نبود. مضمون اساسی صحبت ما سر آن است که عصر 21 عصر تکنولوژی است و باید همه گونه اعتراض و شکایت و گردهمایی در اینترنت باشد. مردم را دیگر کوچه دعوت نمی کنیم. دلیر امام علی گفت اگر میدونست که هم صحبتش ویسیدین اودینایف عضو گروه 24 است هیچگاه صحبت کتبی نمی کرد. این در حالی است که ویسیدین اودینایف همیشه همچون فعال مستقل عمل میکرد و بارها گفته است که عضو یگان حزب و گروه شدنی نیست. همین طور او از خدمات علاقه انتقاد کرده است که درآمد او از برنامه‌هایش در یوتیوب را بیش از 900,000 سومانی برآورد کرده است. اگر من این 900,000 سومانی را از یوتیوب کار کرده باشم توسط کدام بانک آن را دسترس کردم یا از دست کی گرفتم؟ این میلیون را اگر من گرفته باشم کجا صرف کردم؟ خانه، ماشین، ثروت چیزی ندارم، می نویسد دلیر امام علی. او همین طور اتهامات پنگ کردن خبر بردروغ را نیز پر از دخورگی و نومید است. دعواگر طاهر قیوموف به حادثه 1 سال پیش رخ داده نو عریضه شکایتی نوشت، در حالی که بعد شکایت شفاهی قیوموف در اداره امنیت شهر دوشنبه حل شد و ویدیوی مذکور را من از صحیفه‌ام تازه کردم. این ماده نیز نسبت من ساخته است. اگر در ویدیو خبر بردروغ رسانیده باشم آن ویدیو از طرف ساکنان کوچه شادی نویه شو منصور ثبت شده است، نه من. می نویسد ژورنالیست زندانی. بنا به حساب‌ها در ماه‌های اخیر در تاجیکستان دست کم 12 ژورنالیست و بلاگر دستگیر شدند. از این شمار 4 نفر الکی محکوم شدند. دلیر امام علی به 10 سال زندان، عبدالله غربتی به 7 سال و 6 ماه و زفقبیک سیدامینی و محمد سلطان به 7 سالی زندان. چندین سازمان بین المللی حامی حقوق انسان و آزادی مطبوعات پرونده های ضد ژورنالیستان زندانی تاجیک را بافته نامیده از مقامات تاجیکستان آزادی بدون قید شرط آنها و قطع ممانعت به فعالیت خبرنگاران تقاضا دارند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. بنا به اطلاع رادیو آزادی، مقامات روسیه جسد شهروند 24 ساله تاجیکستان احسان امینزاده را که همراه با یک زاده دیگر تاجیکستان میراب رحمانوف به قتل 11 سرباز روس در مشغول در ولایت با اوکراین هممرز بلگراد ایبدار میشد به پیوندانش دادند. احسان امینزاده و میراب رحمانوف روز 15 اکتبر سال 2022 در جریان تیراندازی در مشغول ارتش روسیه در ولایت بلگراد کشته شدند. دو خویشاوند احسان امینزاده روز 23 نوامبر به رادیو آزادی گفتند که جسد را 2 روز پیش گرفتند و روزهای نزدیک به تاجیکستان میفرستند. در دهه زرگر نویه کوشانیان زادگاه احسان امینزاده نیز تصدیق کردند که منتظر رسیدن تابوت هستند. اخیراً مقامات روسیه فیروز امینوف برادر احسان امینزاده را نیز بازداشت کردند و او در بازداشتگاه ساخاروه منتظر اخراج به تاجیکستان است. به گفته نزدیکانش احسان امینزاده روز 10 اکتبر در نزد متروی لوبلینوی مسکو گم شد و خبر مرگش 16 اکتبر رسید. به گفته نزدیکانش احسان 7 ماه قبل به روسیه رفت و در یک طلبخانه در مسکو کار میکرد و نیت داشت کار کند و با دختر دوست داشتش اویله برپا کند، نه اینکه به ارتش یا جنگ برود. پیوندانش همین طور در زمینه بحث مذهبی دست به کشتار همخدمتانش زدن احسان امینزاده باور ندارند. برادر او فیروز امینوف گفته بود برادرش چندین دیندار سخت نبود وگرنه مگر در رستوران کار میکرد. گفته بود او روز 15 اکتبر در یک مشغول ارتش روسیه در ولایت بلگراد 11 نفر کشته شدند. رسانه‌های روسیه نوشتند که گویا 2 زاده تاجیکستان در زمینه بحث مذهبی اول یک افسر را که گویا الله را به مسخره کشیده است پراندند و سپس بالای دیگر هم خدمتان خود تیر کشیدند. گفته می شود که هر دو تیرانداز نیز در جریان آتش جوابی کشته شدند. مقامات تا کنون رسما در این باره شرحی ندادند، ولی رسانه‌های روسیه از قبل منابع خود نوشتند که
تیراندازها احسان امینزاده و مهراب رامانوف از تاجیکستان بودند. درباره مهراب رامانوف معلومات زیادی تا حال دسترس نشده است. تنها حامی حقوق مهاجران ولنتینا چوبیک نوشته بود که گویا مهراب رامانوف برای قاچاق مواد مخدر محکوم شده در یک محبس در ولایت بریانسک روسیه ادای حکم میکرد و اخیرا با وعده عفو و آزادی برای خدمت در ارتش روسیه و اشتراک در جنگ ضد اوکراین راضی شده است. حامیان حقوق درباره با وعده امتیازهای زیاد از جمله آزادی به محبوسان و شهروندی روسیه به مهاجران به جنگ ضد اوکراین بردن صدها تن از زادگان کشورهای آسیای مرکزی از جمله زادگان تاجیکستان خبر میدهند. روسیه روز 24 فوریه سال 2022 با بهانه حمایت از اهالی روزبان دنباس به اوکراین حمله کرد و در روزها و هفته‌های اول جنگ یک قسمت قلمرو اوکراین را اشغال کرد، ولی در ماه‌های اخیر نیروهای اوکراین توانستند نه فقط پیش روی پیشروی نیروهای روسیه را بگیرند بلکه قریب نصف قلمرو اشغال شده از جمله زمین‌های اشغال شده ولایت خارکوف و شهر خرسون را برگردانیدند. دادگاه نویه واحد و شهر قزان پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه روز 24 نوامبر سال 2022 شهروند 27 ساله تاجیکستان شمس‌الدین برهانزاده را که در بازار پریواز کار میکرد برای 2 ماه تا 21 ینور سال 2023 به حبس گرفت. خبرنگار نشریه محلی ریال وریمیا از تالار دادگاه خبر داد که جوان تاجیک را با اتهام تروریسم بازداشت کردند. بنا به اطلاع نشریه مرافعه با اشتراک ترجمان از زبان تاجیکی گذشت. مفتش ریاست فسب جمهوری تاتارستان گفت پرونده به ضد مهاجر تاجیک روز 21 نوامبر باز شده، او را علاقه روز 22 نوامبر دستگیر کردند. خود شمس‌الدین بورهانزاده در دادگاه اتهام اعلام شده را به دوش گرفته گفته است که از سال 2020 در روسیه قرار دارد ولی ثبت نام و یگان کار رسمی نداشت. خود برهانزاده برای شرح پرونده دسترس نیست ولی فرضیه فسب گمانهای زیادی را به وجود می‌آورد. فسب میگوید که گویا شمس‌الدین بورهانزاده از عقیده‌های افراطی طرفداری میکرد و میخواست به صف تروریست‌ها بپیوندد. با این مقصد بنا به ایده‌های مقامات امنیتی او از 1 مارس تا 1 سپتامبر سال 2022 با اعضای سازمان تروریستی در روسیه و هم در تاجیکستان ممنوع داعش تماس برقرار کرده. در جریان مکاتبه در شبکه ادنکلاسنیکی برای سفر به شهر ادلب که زیر نظارت داعش قرار دارد و برای پیوستن به صف جنگیان این سازمان تروریستی اظهار خواهش و آمادگی کرده است، ولی برهانزاده این عزم خود را تا آخر عملی کردن نتوانسته است، چون که روز 1 سپتامبر سال 2022 از جانب پلیس برای ویران کردن قانونهای مهاجرت روسیه دستگیر گردیده در بازداشتگاه مهاجران جای کرده شده است. از مواد پرونده برمیاد که برهانزاده را روز 22 نوامبر در همین بازداشتگاه مهاجران دستگیر کردند، زیرا گفته است مفتش فسب محض هنگام در اینجا قرار داشتن مقامات درباره عزم او برای سفر به سوریه خبردار شدند. نماینده فسب نگفت که این معلومات چگونه به دست آنها رسیده است، ولی او در مرافعه همچون دلیل پروتکل با گناهش اعتراف کردن برهانزاده، بیانات 2 شاهد و همچنین نتیجه های روبروکنی عیبدار شونده با شاهدان را پیشنهاد کرده است. مفتش بر پایه این دلیل ها از دادگاه خواسته است تا برهانزاده را تا 21 ینور سال 2022 به حبس پیشکی بگیرند. نماینده دادستانی تاتارستان آلبرت بیکمولین وجه آورده فسب را قابل دستگیری نامیده و او تاکید کرد که آمادگی به اشتراک در فعالیت‌های تروریستی جنایت سنگین به شمار می‌رود و جزایش تا 20 سال زندان است. تفتیشات بر این است که برهانزاده در صورت در آزادی قرار داشتن می‌تواند تلاش‌های خود برای تا آخر رسانیدن عزمش یعنی سفر به سوریه را ادامه دهد و دلیل‌ها را از بین برد و شریکانش را خبردار کند. در سال‌های آخر صدها مهاجر از کشورهای آسیای مرکزی از جمله ده‌ها مهاجر تاجیک در روسیه با اتهامات مربوط به تروریسم و اکستریمیسم از جمله با اتهام عزم سفر به سوریه و عراق یا افغانستان برای پیوستن به صف سازمان‌های تروریستی دستگیر و محکوم به زندان شدند. شعبه پلیس نقلیات ایستگاه راه آهن الینسکایا در کشور کراسنیارسک روسیه صاحبکار تاجیک هایدروف دوران سعیدوویچ سال تولدش 1983 را تحت جستجو قرار داده است. اعلان جستجوی این صاحبکار تاجیک اتفاقاً روز 24 نوامبر سال 2022
در زودروز هایدروف دورون نشر شد. پلیس میگوید دورون هایدروف از جوابگری فرار کرده است. گفته می شود که او بر اساس ماده 226 قسم 1 کودکس جنایتی روسیه به قاچاق محصولات سخت تاثیر، زهرداری و ترکنده ایبدار می شود. پلیس درباره پرونده این صاحبکار تاجیک تفسیرات دیگر نداده است و معلوم نیست که او را مشخصا به چه گناهکار میکنند. بنا به معلومات از منابع رسمی دستگیر شده هایدروف دورون سعیدوویچ مؤسس و رهبر شرکت واولون بود. این شرکت 22 ینوار سال 2016 در شهر کراسنیارسک روسیه ثبت نام شده. در حجت‌های اوینومویش درختبری، تخته‌بری و فروش عمده و چکیده محصولات تخته را همچون نوع اساسی فعالیت خود ذکر کرده است. بنا به حساب‌های مولوی شرکت حجم گردش محصولات واولون در سال 2016 نزدیک 15 میلیون روبل و در سال 2017 نزدیک 45 میلیون روبل را تشکیل داده است. درباره فعالیت دورون هایدروف در سالهای بعدی معلوماتی نیست. تنها ناظرات انداز بین نویوی رقم 8 کشور کراسنیارسک خبر داده است که هایدروف دورون سعیدوویچ به سبب به پایان رسیدن مهلت اعتبار حجتی که حق بود و باش موقتی یا دائمی او در قلمرو فدراسیون روسیه را تصدیق میکرد فعالیت خود را قطع کرده است. به شعبه وزارت کارهای داخلی یکی در نویه شاه منصور با عریضه جوان 18 ساله ساکن نویه 5 مراجعت نموده است که 15 نوامبر سال 2022 تخمینا ساعت 15:00 دقیقه مرد 24 ساله ساکن نویه دنغره، مرد 28 ساله ساکن نویه 5 و مرد 32 ساله ساکن نویه یووان هنگام در آشیانه 15 بنای نوبنیاد واقع در کوچه ترسونزاده پایتخت قرار داشتنش او را زیر لطوکوب قرار داده با استفاده زوروری از دستش یک عدد تلفن موبیلی تمغه ردمی نوت 8، یک عدد تلفن موبیلی تمغه نوکیا 1، یک عدد تلفن موبیلی تمغه نوکیا، یک عدد انگشترین نخرگی و 1340 سومونی را با طریق آشکارا تصرف نموده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 3500 سومونی را تشکیل می‌دهد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. نسبت مرد 34 ساله ساکن نویه دیوشتیش پرونده جنایتی با ماده 110 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شد. نامبرده 23 ایون سال 2022 تخمینا ساعت 12:10 با همسرش زن 28 ساله ساکن نویه مذکور مناقشه نموده با مقصد قصداً رسانیدن ضرر به سلامتی با کار 2 مرتبه به قفس سینه زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.